سلام دوستان عزیز، امید لک هستم و این مثال برای اینکه از تکست الاین سنتر برای تگ‌های HTML استفاده کنم به کار ببرم. این H1 خب این متنه، اینا رو میخوام بیارم وسط چین میکنم و قول معروف تکست الاینش رو بیارم سنتر که ببینید اتفاق میفته. حالا برای در واقع تگ H2 هم میتونم این کارو بکنم، ولی فقط یاد باشه که متنا رو تکست الاین سنتر میتونی بیار وسط، مثلا ایمیجا نمیشه یا مثلا تگ پاراگراف نمیشه. H2 رو هم میتونم بیارم وسط که الان اینجا این H2 هم رنگ آبی برای کالر داره، هم تکست المنت سنتر. میتونستیم این شکلی هم بنویسیمش، یعنی H1 H2 اینجا تکرار براش اتفاق افتاده باشه، ولی کد مناسب نیست، قشنگ نیست. بنابراین با کاما ویرگول H1 و H2 رو با هم دیگه مشترکش میکنم توی این کالر بلو و تکست الاین سنتر. خب برای پاراگراف هم بریم یه تکست الاین به کار بزنیم. برای این پاراگراف اولیه که یه آیدی داره به اسم مثلا فرست پاراگراف اول، خب اینجا یه تکست الاینمنت مثلا جاستیفای براش انتخاب کنیم. ببین جاستیفای الان نشده، ولی وقتی بشه یه ترازبندی خیلی مرتبی پیدا میکنه به این شکل چشم میرسونه.